سلام، خوش اومدین به پرزنتیشن گردو. پرزنتیشن گردو در واقع شامل چالش هاییه که ما داشتیم، اینکه قراره دقیقاً توی این اپ چی کار بکنیم و نگاه به آیندهش و تفاوتش با محصولات مشابهش چیه. اصلا اولش بگیم که چرا گردو اسمش این انتخاب شده، به معنای گرد هم آوردن آدم ها، بنابراین هم معنی اون در واقع کلمه گردو میتونه باشه. مرحله بعدی در رابطه با چالش‌های موجودیه که ما شناسایی کردیم و براش گردو رو طراحی کردیم. مورد اول اینه که توی رویدادهای استارتاپی یک پراکندگی وجود داره، یعنی شخصی که وارد این فضا میخواد بشه نمیدونه که باید از کجا شروع بکنه، راهنمایی‌هایی بتونه بگیره یا سرمایه‌گذارش رو دقیقاً باید از کجا پیدا بکنه. در پلتفرم‌های مختلف متفاوته، باید بری بگردی و پیدا بکنی. حالا گردو این مشکل رو حل کرده و اومده همه رویدادهای استارتاپی رو توی یک اپلیکیشن جمع کرده. مرحله بعدی اینه که در واقع استارتاپ ها چالش هایی داشتن از این طریق که نمیدونستن که بیان ایدهشون رو بخوان ارائه بدن، یا سرمایه گذارها و مشاوران حتی بخوان بدونن که کجا باید سرمایه گذاری بکنن، که برای این هم گردو راه حلی داشته و در واقع هم سرمایه گذاران و مشاوران میتونن در این ایونت ها استارتاپ های مد نظرشون رو پیدا بکنن و هم برعکس. طبیعتاً مسئله که وجود داره اینه که با هوش مصنوعی این اتفاق میفته، یعنی با توجه به اون اطلاعاتی که شما از اون استارتاپ میدین به اپلیکیشن، میتونه مرتبط با اون موضوع به شما ایونت پیشنهاد بده یا افرادی رو پیشنهاد بده که بتونین باهاشون ارتباط برقرار بکنید. مورد بعدی اینه که در واقع اهداف کلیدی که ما در گردو داشتیم، مهمترینش اینه که استارتاپ ها دیده میشن. وقتی استارتاپ ها دیده میشن، طبیعتا شجاعت این پیدا میشه که بیان نوآوری بیشتری داشته باشن و یک شبکه‌ای پویا برای رشد بهتر استارتاپ ها و برنامه‌ها اتفاق میفته. در واقع در طولانی مدت هم نوآوری افزایش پیدا میکنه و هم تحول اقتصادی، به خاطر اینکه وقتی استارتاپ ها هم دیگر رو پیدا میکنن یک جامعه‌ای تشکیل میدن و موقعیت شغلی افزایش پیدا میکنه. نقشه راهمون هم به 4 قسمت تقسیم میشه. فاز اولش توی 3 ماه اوله که طبیعتا تحقیق و توسعه خود اپه. فاز دومش 3 تا 6 ماهه دومه که در واقع آزمایشیه و برای یک جامعه آماری محدود پرزنت میشه، که بعد از اینکه فیدبک هاش رو گرفتیم یک سری اصلاحات انجام میشه و توی فاز سوم که 6 ماه تا 12 ماه هستش توی شهرهای بزرگ قراره که ارائه داده بشه و در نهایت فاز 4ش که به صورت نامحدود قراره ادامه داشته باشه، اینه که متداوم در حال ارتقا باشیم و فیدبک بگیریم. و در نهایت فرصت استراتژیکمون هستش که در رابطه با رشد پایدار اکوسیستم، تحول دیجیتال در مدیریت رویدادها و همکاری‌های استراتژیک و مدل‌های درآمدی پایدار. متشکرم.